عدالت بردی‌یوا در خشک‌کنی میوه و سبزیجات تجربه 30 ساله دارد. این خانواده تمام مرحله آماده‌سازی محصولات را با مهنت دستی زیر آفتابی سوزان انجام می‌دادند. اما با دسترس گردیدن 12 تجهیزات نو برای خشک کردن میوه و سبزیجات کارشان آسان شد و درآمدشان نیز افزود. زیرا اقتدار استحصال بیشتر و صفت محصولات بهتر گردید. عذاب کیم بود ما حق اشکون میکردیم خیلی بسیار حوض خیلی 3 تن 4 تن میکردیم 2.5 تن 3 تن خیلی بزرگ 45,000 فروختم پولینا من هم خونه ساختم رحمت برای سعید بکی با فایده مهون کار کرد. عین زمان در این خانواده با خشک‌کنی زردآلو مشغولند تا آماده‌سازی محصولات نهایی یک چند مرحله انجام داده می شود. پس از جمع‌آوری حاصل و شستشویی آن زردآلو را دوام 8 ساعت در داخل سولفور نگاه می دارند. سپس با استفاده از تجهیزات مخصوص نصب شده آن را خشک می کنند. این تجهیزاتی همه خیلی زردآلو خشک نه. اینا با علاوه با پچاق دانه همون پچاق میریزیم علاوه میکنیم. من 8 ساعت با یک تونه قاق کرده میکنیم. 8 ساعت با من کار ما آسان نمیشد. آسان میشد. خیلی ما این 8 ساعت این خیلی کار کنیم که ما قریب 20 تونه قاق میکنیم. تجهیزات مذکور را عدالت در دایره لایحه یوسید اوید بر رقابت‌پذیری اگروبیزنس در تاجیکستان به دست آورد. این امکان داد که وی در خانه‌اش کارگاه خرده را تشکیل داده 10 نفر همسایه زنها را نیز با کار تامین نماید. اینچنین در برابر بهتر شدن صفت محصولات استحصالی‌اش طلبات نیز زیاد شد. در برابر این از حساب مغز دانک زردآلو نیز فایده به دست می آورد. مغزش هم میگیرم بازار با میفروشم و پچاقش من علاوه میکنم مغزش من با فایده های که 1 کیلو مغز و من 60 سومونی میفروشم 60 سومونی اینجا اگر با دست کم دستم در میکنن نمیتونم این آسان تره که این حوزه تکنیکی همین اومدگی من آسانه که میپرتم از در کارم میده میکنم میپرم نبیرو بسیار یک زن با جمع میکنیم میبنم پچکا میکنم بازار با میشینم فروختن میگیرم کیسم پول میخندم میگردم. عین زمان عدالت محصولات استحصالی‌اش را در بازارهای مرکزی شهر باختر می‌فروشد. اینچنین صاحبکاران از شهرهای خوجند و اسپره و ناحیه اشتی ولایت سوخت از میزاجانی همیشگی محصولاتش میباشند. این صاحبکار زن نقشه دارد که محصولاتش را به بازارهای جهانی نیز برآورد. نقشه هایی که من همین کلان کنم و آدم گیرم و بسیارتر کار کنم و همه فقط همین کناکه از دیر کنم دیگر دولت رو روم. گزارش اوغلای رجب و بهرام وهابов از ولایت ختلان برای برنامه اطلاعاتی امروز.